سلام دوستای عزیز. از دیروزه که یک تصویر یک خانم که شکنجه شده بود دره خورده بود در صفحای مجازی دیدم، واقعا دلم به نهایت گرفت. واقعا به نهایت رنجور شدم و افسوس کردم بری که چرا سال هاست ما زجر یک مشت از جاهلان را میکشیم. چرا یک کسایی که میآیند به نامهای متفاوت، به خصوص به نام دین و ملا و خدا و اینا، ما را شکنجه میکنن، زجر میکنن، عذاب میدن. سال 1998 بود که من بر یک هفته به کابل رفتم و در روز زمان به چشم خود دیدم که یکی از خویشای ما در مندوی کابل با ما بود و او به دلیل از اینکه چشماش تکلیف داشت نمیتونست چادری بپوشه، یک چادر کلان را به سر کرده بود. وقتی امر بالمعروف آمد از او پرسان کرد که چرا چادری نمیپوشی؟ گفت من چشمای مشکل داره نمیبینم. بدون از اینکه یک کلمه دیگه او خانم بگویم 3 دوره و پشت از اونا زدن. وقتی به خانه رفتیم و پشت از اونا را دیدم، دیروز وقتی او تصویر دختر خانم را دیدم، به او لحظه به یادم آمد و خیلی به نهایت برم سخت بود و هزاران لعنت برشان فرستادم. اما حتما راهی وجود داره. حتما ما یگانه راهی البته همی است که دست به دست هم بدهیم، زبان باز کنیم، قصه های ما را بگوییم و برای این جاهلان بفهمانیم که دیگه او زمان ها نمانده. دیگه این نسل ها تغییر کرده، افکارشان تغییر کرده، باورهایشان تغییر کرده. دیگه این به جهالیت شما باور نمیکنن، دیگه به نادانی های شما باور نمیکنن، دیگه سر تعظیم خم نمیکنن. لطفاً دست بشوین از شکنجه، از عذاب، از انتحاری و از کشت خون مردم.